ما تو زندگیمون بیشتر از هر کسی به خودمون یه عذرخواهی بدهکاریم. واسه اون وقتایی که از خودت گذشتی تا کسی ناراحت نشه. واسه اون وقتایی که کارایی که دوست نداشتی رو کردی تا یکی دیگر رو خوشحال بکنی. تو به همه احترام گذاشتی به غیر از به خودت. تو به همه محبت کردی، کادو گرفتی، هزینه کردی، از تایمت گذشتی به غیر از برای خودت. و تو امروز حتی یادت نیست که دیگه چی دوست داری، چی خوشحالت میکنه، چی ناراحتت میکنه. به خاطر اینکه تو هیچ وقت به خودت اهمیت ندادی و همیشه اولویتت یکی دیگه بود. برای همه اینا تو یه عذرخواهی به خودت بدهکاری. شاید امروز روزش باشه. شاید دیگه باید شروع کنی برای جبران و شروع به خوشحال کردن خودت.